در مرحله خمیری شدن دانه، اونجا که مشاهده میکنیم این خمیری شدن دانه است. در این مرحله ما باید از محصولات پتاستار استفاده کنیم تا ما هم بتونیم وزن 1000 دانه گندم رو بیشتر کنیم و هم بتونیم جلوگیری کنیم از ورس گندم. هرچی ما بتونیم طول ساقه رو، طول خوشه رو بیشتر کنیم، به تبع وزن 1000 دانه رو بیشتر کنیم، خود در توناژ گندم هم تاثیر داره. زمانهای مصرف گوگل پتاست در مرحله ساقه و در مرحله خمیری شدن دانه است که ما میگیم در زمین هایی که قطری هستن 10 لیتر در هکتار هر بار باید استفاده بشه. در زمین هایی که ردیف هستن یا قرقابی دارن آب میدن به مقدار 15 الی 20 لیتر در هکتار باید استفاده کنیم. نکته بعدی اینه که ما بتونیم جلوگیری کنیم از تنش. خیلی از محصولات کشاورزی امسال در خوزستان به خاطر گرمای شدید تنش بهشون وارد شد، ولی زمین‌هایی که ما استفاده کردیم، زمین‌هایی که شاهد تیمار گرفتیم، کسایی که آمدن از این محصولات استفاده کردن، از محصولات روی با اسید آمینی استفاده کردن، هیچ گونه تنشی بهشون وارد نشد و الحمدلله جواب خوبی گرفتن.